پس حضرت عمر اول دعا میکرد که خوب بمیره، مرگ روسفیدی و خوب نصیبش بشه، اونم شهادت در راه خدا. وقتی مرد دعا کرد که خوب دفن بشه، جای خوب دفن بشه، یعنی دعاش مستجاب شده، خون از بدنش داره میره، هنوز به فکر اینه که چه بهترین نقطه روی زمین در کنار بهترین خلق خدا اونجا دفن بشه، تو خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و عایشه. اگه گذرت به مکه افتاد، بعد رفتید مدینه، در مقابل قبر رسول الله صلی الله علیه و آله ایستادید، سلام کردید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یک قدم اون طرفتر برو قبر ابوبکر تو همون اتاق 3 سوراخه، یک قدم اون طرفتر برو قبر عمر امیرالمؤمنین رضی الله عنهم، یعنی خنجر خورده، خون از بدنش میره، تلاش میکنه که کجا دفن بشه. خدا زندگی آبرومندانه نصیب بکنه و روسفیدی و مرگ روسفیدی و آبرومندانه و حشر آبرومندانه در دشت محشر. آبرومند بلند بشید، اعمال نامتون به دست راستتون بدن و دخول بهشت آبرومندانه و همنشینی با پیامبران در فردوس اعلی و دیدار رب العزت و الجلال در فردوس اعلی وقتی که پرده رو بلند میکنه. خدا از تقصیرات ما و شما در بگذره، توفیقاتشو نصیب بکنه، ایمان و اخلاق و عقیده منو افزایش بده، به برکت‌های زندگیمون بیافزاید، خودمون و خانواده و بچه هامون و عزیزانمون و همه کسانی که دوستشون داریم، خدا در همه امور و شؤون زندگی خاتمه به خیر و روسفید دنیا و آخرت بکنه و خداوند به ما و شما توفیق بده این چند صباحی که زنده هستیم کارهای بزرگ و خوب و ارزشمند برای خودمون، برای بچه هامون، برای نسل‌های بعدی، برای جامعهمون، برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جامعه انسانی انجام بدیم. چه باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. اگر درس ما درس قرآن بود، دل ما پر از نور ایمان بود، نور ما در جهان نور دین، بود افتخار از کتاب مبین. مباش ای جوان مسلمان غمین، به دل جایگزین کن تو توحید دین. ز خواب گران خیز و دشمن ببین، یهود و نصارا همه در کمین، همه در کمین تا که قرآن برند، ز ما قوت و دین و ایمان برند. سپهر بلند طاق ایوان ماست، همه سر بلندی ز قرآن ماست. اگر درس ما درس قرآن بود، دل ما پر از نور ایمان بود، نور ما در جهان نور دین، بود افتخار از کتاب مبین. الا ای کتاب عزیز خدا، تویی کیمیا و تویی رهنما، تو بی عیب و نقصی، تو بی
اشتباه، تویی حجت حق، تو هستی پناه. درود فراوان ما بر تو باد، همه جان عالم فدای تو باد. اگر درس ما درس قرآن بود، دل ما پر از نور ایمان بود. نور ما در جهان نور دین، بود افتخار از کتاب مبین.